آیا هوا وزن دارد؟ مثل آنکه ماهیان در آب زندگی میکنند، ما آدمان همچنین نباتات و حیوانات روی زمین را هوا احاطه کرده است و گویا در هوا غوطه‌وار میباشیم. ما موجود بودن هوا را که با وجودی در شکل گاز بودنش دارای حجم و وزن میباشد حس نمیکنیم. در فضا تقریبا 60 کیلوگرم هوا وجود دارد. وزن هوا در 1 متر مرکب 1/2 کیلوگرم در روی زمین است. همین طریق اگر تمام هوای اتمسفر در روی زمین یک خلپن شود، آنگاه در هر 1 متر مربع روی زمین، یعنی هر یک قطاری 10,000 کیلوگرم وزن داشته هوا را تصور کردن ممکن است که در مقایسه با وزن فیل خیلی زیاد است. وزن آب چقدر است؟ همه ما میدونیم که آب نیز وزن دارد. وزن آن وابسته به حالتش، شکلش و مقدار نمک و ماده‌های دیگری در آن محلول شده تغییر می‌یابد. مثلا حرارت 4 گراد سلسیوس 1 لیتر آب بارون 1 کیلوگرم 1000 گرم وزن دارد. اگر این حرارت زیاد کرده شود، وزن آب کم می شود. وزن 1 لیتر آب سرد نسبت به 1 لیتر آب گرم زیاد است. کدام زیادتر، 1 لیتر آب یا 1 لیتر یخ؟ وقتی حرارت آب 0 سلسیوس پس می شود، به یخ تبدیل می گردد. عادتاً چنین است که گویا آب پس از آن که به یخ تبدیل می شود، چنین تصور می کنیم که 1 لیتر یخ از 1 لیتر آب وزنین تر است. اما در اصل این طور نیست. زیرا آب هنگام یخ بستن حجماً زیاد می شود. از این خاطر در ظرف 1 لیتر نسبت به آب مقداری کمتر یخ می گنجد. مقایسه کنید. 1 لیتر آب در حرارت 0 سلسیوس 999 گرم وزن دارد، اما 1 لیتر یخ همگی 990 گرم را تشکیل می کند. فراموش نباید کرد که در این حالت لیتر نه چینک وزن بلکه چینک حجم است.